بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. و این کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون علیم. و اگر در سفر بودید و نویسنده نیافتید پس گروی لازم است قطع شده. و اگر یکی از شما به دیگری اعتماد می کنید پس باید همان کسی که با او اعتماد شده امانت یا ذمه خود را ادا کند و باید از خدای پروردگار خویش بترسد و شهادت را کتمان مکنید و هر کس که آن را کتمان کند بیگمان دل او آغشته به گناه است و خداوند به هر چیزی که می کنید داناست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست و آنچه را در دلهای شماست خواه آشکار کنید یا پنهان خداوند شما را به آن محاسبه می کند. پس هر کسی را بخواهد می آمرزد و هر کسی را بخواهد عذاب می کند و خداوند بر هر چیز تواناست.